من هیچ ایده ای ندارم که اینجا قرارن چه اتفاقی بیفته. این قطاره داستانش چیه اینا؟ با این که ما رو نمیبرن ها، احتمالاً میبرن با این سوار. نمیدونم واقعا، هیچ ایده ای ندارم. قایق پدالی هم اصلا کلا نداریم. شماره تماس الان براتون اومدیم این سافاریش مثل اینکه تکمیل ظرفیت شده، یعنی اینو بعد از ساعت 9 تا 11 بیاییم و از اینجایی که ما 9 تا 11 تازه از خواب بلند میشیم نتونید بیایم و الان فقط مجبوریم بریم سوار اینا بشیم بچرخیم ببینیم چه خبره. سافاری سری بعد ایشالله. قطار مورد نظر نفر 55 بشن باش برمون برم. آخری هم بریم پای هول بدیم. دوستان عزیز خیلی خوش اومدین. دستگیر از بیرون باز کنیم بریم خوش بگذره. امیدوارم بارون شدید بگیره همه خیس شیم من بخندیم. درخت قدیمیه براریم. واقعا اینی که این همه پول بدی سوار این بشه من درک نمی‌کنم. ولی که می‌بینید همینه، چیز خاصی نداره، همینه دیگه. چه بو رنگی میاد. بی هیجان تا این آیتمی که تو عمرتون میتونید هزینه کنید براش اینه. اینا رو تو فقط نگاه کن رو آسمون، خیلی جرأت میخواد. من واقعا همچین کاری نمیکنم. و چه کار مسخره یه رکاب بزنی رو آسمون شر عرق بریزی. این ماشینای هم خراب شده، این سافاریاشون از رد خارجه. در همین حد میتونیم سافاریشو بریم. آقا کی میخواد بیاد بعد مثل اینکه تو 9 تا 11 صبح بیاد. این خانومه که توی رسپشنش بود به من گفت اگه مثل ما ساعت 4:30 بعد از ظهر بیاین تهش میتونین از اینا فیلم بگیرین. و یه چیزی هم بگم، من خیلی شنیدم که این خیلی چیز عجیب غریبی هم نیست سافاریش. حالا مثلا اینکه 4 تا ببر دارن و اینکه حالا مبلغش هم الان به پول الان 1,300,000 خورده ایه. حالا که برای یک کسی بی ارزه یا نه ارزه هم یه بحثی هست. بعد بریم ببینید دیگه. اگه واقعا باحال باشه حالا پول زیادی نیست. حالا فعلا شما همینا رو، اینایی که دارین میبینید یه موقع ببر اینا رو تاچ کرده. در این حد مثلا ببر اینجا اومده بکن نابود شده بیچاره. یه بیسوزی و بالاخره نتیجه چقدر این بود. چه بوی استونی میاد اینجا. این بوی چیه این؟ ناماشیناش میگم که آقا خوشحال با فرزندش اومده. تم جهان چهارم بالاخره داره دیگه. شما هر چقدر هم بگی میگم چیزا هست. باگی‌های عزیز در حال عزیمت به آباد. داره میره و یهو یک این از کجا اومد این وسط.
اینجا الان دارن یه سری کارا میکنن، احتمالاً یه چیزی دارن اضافه میکنن به این موضوع، به این مجموعه. خاطرم اینجا اینجوریه که نباید باشه قاعدتاً. چیه این؟ ولی خب امیدوارم که یه چیز خوبی بهش اضافه کنم. من خیلی کامنت های منفی میدم از اینجا، ولی قدم بد نیست دیگه. مثلا نفری و یه پکیج معمولش 200 خورده ای به پول الان پولی نیست واقعا. یه مشکل بزرگی که اینجا داره این که خیلی جاش کانستراکشن داره، نبودن دار بسته. چیز جالبیه این، یه قایق بوده تصادف کرد. چرا باید قایق تصادف؟ یخ خورده به جایی. این کشتی که در لحظات دیگر قراره سوار این من بشم. چقدر غیر هیجان انگیز به نظر میرسه. چرا موزیک میزنه؟ موزیک بندری گذاشته بلند. ولی چی؟ این چرا انقدر جیغ میزنه؟ این مال کیه اینقدر داره جیغ؟ کشتی مورد نظر اومد. کشتی مورد نظر چه دنسی میکنن اونجا. خوبی که پس این کش داستانا داریم. این نگاه تو رو قرآن فقط این آقای جینه میخوان اذیت کنه، خراب شده. نیفتیم بنده خدا. بهش اخطار داد آجی. خیلی خوبن این آدم شو که ماشاءالله. هیچ حسی ندارم. این واقعا مهمه که اسم من چیه. واقعا هیچ حسی ندارم. الهی داره برنامه مرگ حرکت می‌کنه. نامرتبط ترین آهنگ موجوده بود. همیشه هست مثل خون تن خاک
تمام شد. مثلا من فکر می‌کردم که مثلا زمانهای قدیم مثلا 200 سال پیش مثلا مردم کلی به خودشون اذیت می‌کردن، کلی به خودشون فشار می‌آوردن که مثلا بیان سوار قایق بشن. بعد ما مثلا باید بیایم این موقعی که می‌خوایم تفریح کنیم بیایم سوار قایق معمولی بشی که هزینه‌ای هم بکنیم. چیز خاصی نداشت ولی کلا قایق سواری همینه دیگه. تو این لول و تو این سطح مثل حیوان روانی داره که نمیشه عکس گرفت. مار رو نمیشه تیو نمیشه قره اسب اینو میگن استفاده از کودک کار میگن همینا. اونا دارن این بچه ها آخه چقدر نازن. خلاصه که حد نیست واقعا، در همین حد میتونم بگم. آقا بستگی داره با چه پلنی بیای. ما همینجوریه و اصلا قرار نبود بیایم. ولی مثلا اگه با برنامه‌ریزی بخوای بیای یا بخوای کار خاصی انجام بدی با کسی که مثلا خیلی علاقه داره مثلا به پلنگ و اینا خوبه. یهو میری وارد محیط ساختمون میشی. چیه اینا؟ درست کن اینو دیگه سریع دیگه. چیه این؟ من احساس میکنم اینجا از اینجاست که یکم بگذره پشه زیاد بشه چون ما روی یه همچین داستانی هم هستیم. اینجا هم چراغ روشنه. نگاه کن اینجا قشنگ اونجا. بریم فرار کنیم. الان بعد وایسی از اتوبوس بیاد. خب از اونجایی که این خیلی همه چی یهویی بود و نه ما تونستیم برنامه‌ریزی کنیم و اصلا جا بود که بریم برای سافاریش رو من فکر کنم اصلی ترین قسمتی که داره این پارک اون سافاریش باشه که باید خیلی باحال بشه. الان جوری که من اطلاع به دست آوردم که 4 تا ببر دارم. من میگم 4 تا ببرم اگه باحال باشه خوبه دیگه. من سری بعدی حتما یه بار دیگه میام اینجا رو میبینم چون جایی که به نظر من خوبه. یعنی من چون خیلی کامنت منفی ازش گرفته بودم فکر می‌کردم که بدتر از این باشه. نمیخوام بگم الان بد بود ولی الان به نظرم خوبه و چند تا آیتم جدید هم مشخصه که دارن پروژه جدید توش احداث میکنن که خب قطعا بهترش میکنه. و یکم بحث اینه که خیلی چیزها در حال ساخته و این بالاخره بعد هم سریع انجام بشه، همین که حداقل خود اینجوری بشه که خیلی تو چش نیاد. مثلا اگه شما با خانواده بیاین مثلا بچه‌ها دوست دارن و اینکه شما هر چیزی رو دور بر خودت داری، مثلا چیزایی مثل گیمت و واقعیت مجازی داره، قطعا یه جذابیت‌های داخلش داره. حالا من یه سری دیگه بیام سر فرصت میام همه رو چک میکنم خیلی مفصل. الان فقط اومدم یه ببینم چه خبره داستان. سری بعدی مسلح و با برنامه‌ریزی فکر کنم گریه این. تای پارکینگش هم بریم که عشان حلالش کنیم.